در این وانفسا و این بحران‌های یکی پس از دیگری ساختگی توسط دولت یهود ایرانی و کورپوریشن ایرانی و عمال ارباب یهودی مسیحیش و بحران‌های فزاینده‌ای که یکی پس از دیگری مردم ما را دچار یک کمای عمیق کرده است، دولت ایرانی سعی در گذار به فردای پس از جمهوری اسلامی می کند. علی خامنه ای دیروز مصوبه‌ای را تصویب کرده است به این مضمون: مصوبه فروش اموال مازاد دولتی با مسئولیت قضایی، و ایشون از اختیارات رهبری خود استفاده کرده است تا قوانینی را که جلو این فروش اموال مازاد دولتی را میگیرد به مدت 2 سال تعلیق کند. آخذ کردوار سربخو به علی خامنه ای و تمامی برساختگان دولت ایرانی که امروز مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه را در دست دارند، شدیداً اخطار می‌دهد هیچ گونه مالکیت خصوصی بر اموال کلان سرزمینی از طرف هیچ کس یا نهادی پذیرفته نیست. اصولاً تحت حاکمیت دولت ایرانی هیچ کسی بدون رانت حکومتی به ثروتی دست پیدا نکرده است. مالکیت هیچ کدام از برساختگان دولت ایرانی بر اموال ادعایی مالکیت مشروع نیست و از طرف ما انقلابیان به رسمیت شناخته نمی شود و اموال تک تک اینها مصادره می شود. و اما کسانی که علی خامنه ای به آنها مسئولیت قضایی داده است که مورد پیگیری و تعقیب قضایی قرار نگیرند، توسط نیروهای انقلابی در صورت دخالت در این امر به اعدام محکوم خواهند شد، در هر کجا باشند و در هر جایگاهی قرار داشته باشند. یعنی اعضای هیئت عالی، یعنی معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه. اینها چیزهایی است که طی این مسئولیت قضایی طرح شده است. دولت ایرانی و دولت کورپوریتی ایرانی که بر سرزمین ما توسط اجانب حاکم شد و از مردمان ما و از مردمان آزاد ما مردمانی بی همه چیز هیچ و پوچ ساخت تا این دقیقه و بر تمامی مالکیت مردم ما دست یازید و ارتباطات و مناسبات اقتصادی و سیاسی خود را برساخت، امروز در گذار به دولت ابدی با نمایش انقلاب و کلاپس بودگی میخواهد ما بقیه تمامی شریانهای بزرگ اقتصادی را تحت نام خصوصی سازی، تحویل کانونهای حاکمیتی کورپوریتی بدهد تا در فاز سوم دولت ایرانی تحت نام مالکیت خصوصی تمامی این سرچشمه های قدرت را و بلعیده شده قدرت را از اموال خصوصی مردم تلقی بکند و بنامد. لذا ما به علی خامنه ای میگوییم حکم شما و وضعیت اضطراری که پیرامون این موضوع اعلام کرده اید و فرا قانون ایستاده اید و قانون را تعطیل کرده و تعلیق کرده اید باطل است و هر کسی که از طرف شما مأمور به انجام این کار بشود، چه فروشنده و چه خریدار،
توسط آحاد مردمان این سرزمین به اشد مجازات محکوم می شود، یعنی مرگ. شما می دانید این حکم بر پیشانی شما می ماند و این حکمی را که ما صادر کردیم تبدیل به سند تاریخی می شود. طبق گفته محمد علی کاتوزیان در اقتصاد سیاسی، هیچ بورژوازی در ایران هیچ حاکمیتی را بر نمی سازد، بلکه این حاکمیت است که طبقه بورژوا و اشرافیت خود را بر می سازد. هر کسی در این سرزمین به ثروت‌های کلان، به موقعیت‌های رنتی کلان رسیده است، مرساخته دست حاکمیت است و در هر فیلدی که فعالیت می کند تمامیت آن چیزی را که به یغما آورده است از او پس گرفته خواهد شد. اینجا به تنهایی چهره‌های سپاه پاسداران نیستند، کسانی که در عرصه‌های مختلف فرهنگی، هنری، سیاسی، اقتصادی، بازار، توزیع فعالیت می‌کنند و از رانت دولت ایران بهره‌مند شده‌اند تا به نوایی رسیدند. تمامی اینها بر ساختگان دست حاکمیت، خود حاکمیت و همان حکمی که در مورد جنایتکاران حاکمیتی اجرا می شود در مورد آنها نیز اجرا می شود. آقای علی خامنه‌ای، فکر نکنی در فضای تبالودی که ارباب آمریکایی برات ساخته، از حمله به سفارت آذربایجان گرفته تا نمایش مضحک پهبادی ترقه درکنی در اصفهان سپاه پاسدارانت می تواند ذهنیت ما را نسبت به اوضاع منحرف کند. در همه جای دنیا مردم عادی زندگی خود را می کنند و این بزرگانند که جامعه را اداره می کنند. ما حواسمون به شماها هست و حق شما را کف دستتان خواهیم گذاشت. ما در این بزنگاه‌های تاریخی که شما پوست اندازی می کنید شما را به زمین خواهیم زد. شما فکر نکنید که بار و بنه خود را محکم کرده اید، کمربندها را سفت بسته اید و وارد فاز سوم می شوید. تمامیت کارهایی رو که انجام میدید مد نظر ماست. همان گونه که شما تاریخ سازی می کنید ما نیز آرشیو سازی می کنیم که زمانی که شما را به پای میز محاکمه کشاندیم، اموال عمومی را به مردم بازگرداندیم و تک تک شماها را به جوخه های عدالت سپردیم، عودت بدهیم به آرشیوی که در مقابل توطئه های شما بر علیه مردم برساختیم. هر کسی، چه فروشنده و چه خریدار، چه شخصیت حقیقی، چه شخصیت های حقوقی، چه کمپانی های سهامی عام، چه کمپانی های سهامی خاص، هر کسی در تاراج اموال این سرزمین شرکت می کند مصداق بارز دشمن مردم است و دشمن این سرزمین است و حکم او مرگ است و خون او مباح است.